این ویروس در واقع داره همگیر میشه و بروز سویه جدید کرونا توی دنیاست. XEC هست در واقع صورت خلاصه. WHO و سیستم های بهداشتی دنیا در موردش خیلی نگرانه. تهاجمیه. واکسن های قبلی تأثیر روی این ویروس نداره. از اوایل شهریور شروع شده توی دنیا و در حال گسترش هست. توصیه ما به مردم عزیزمون این هستش که از این ویروس یه خود بترسن، نگرانش باشن، چون داروی مؤثری هم فعلا در ایران در موردش نداریم. آخرین توصیه‌مون به مردم عزیزمون این هستش چه برای ویروس آنفولانزا چه برای ویروس جدید کرونا ازتون خواهش میکنیم که رعایت مسائل بهداشتی رو انجام بدید و در زمستون از مصرف ماسک به هیچ عنوان پرهیز نکنید. تمام مسائل بهداشتی مورد کرونا رعایت میکردید دوباره شروع بکنید و ماسک همیشه در مراکز عمومی و جاهای عمومی روی صورتتون باشه.